استاد محمدی شاهرودی عزیز امشب هم قدم به چشم حقیر گذاشتن. با اجازه شما خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض میکنم. آقا سلام عرض کردم، خیلی خیلی خوش آمدین. قبول باشه عزیزداریات. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. مخلص. خدمت شما و همه دوستان عزیز رسیدم. ان شاءالله که آنچه به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست در این برنامه بر زبان ما جاری بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، عزاداری هایی که انجام دادن که بسیار ارزشمنده. خیلی از شیاطین دشمنان اسلام تحمل دیدن این عزاداری ها رو ندارن. شبهات عجیب و غریب و اکاذیب و دروغ های پشت سر هم رو مطرح میکنن که ما رو از این نعمت محروم کنن. این از مصادیق مودت ذوی القربی پیامبر هست و ما اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی. میخوایم نشون بدیم پیامبر که یا رسول الله ما ذوی القربی شما رو دوست داریم، دختر شما رو دوست داریم و فرزندان شما رو دوست داریم، نتیجه علتش هم همینه که داریم عزاداری میکنیم و خدا رو شاکریم که این توفیق نصیب شد گامی در جهت معرفت افزایی و تفقه در دین برداریم. یه حدیث از امام صادق علیه السلام داریم. این حدیث نیاز به توضیح و تفصیلی بیشتر داره، من فقط میخونم و ترجمه میکنم. فرمود تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. دین خدا رو فرا بگیرید، اعرابی نباشید، یعنی بی تمدن نباشید، بیابانی نباشید، دور از انسانیت نباشید. فانه من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الله الیه یوم القیامه و لم یزکی له عملا. این فرمایش از قرآن گرفته شده. کسی که دین خدا رو بلد نباشه، تفقه در دین نداشته باشه، خداوند روز قیامت بهش نگاه نمیکنه، نظر رحمت بهش نداره، اعمالش رو هم پاکیزه نمیکنه. خدا رو شاکریم که این مجال فراهم شد که با هم گفتگویی داشته باشیم در جهت تفقه در دین. انشاءالله که با سوال خوب دوستان اقامی در جهت تفقه برداریم. انشاءالله. خیلی ممنونم استاد عزیزم. خب من این نوید رو هم بدم که ما به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه، آقای حسین زاده عزیز سوالات فاطمی شما رو، اون دست از سوالاتی که پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها هاست رو دسته‌بندی کردن که هم این نوبت از برنامه هم انشالله یک دو برنامه آتی رو هم اختصاص میدیم به طرح این دسته از سوالات انشالله به یاری خود. خب گفتن که با توجه به اینکه نام برخی از بانوان عالی مقام در قرآن آمده همانند حضرت مریم و آسیه نامشون در قرآن ذکر شده، چرا نام حضرت زهرا در قرآن نیست؟ نام آسیه در قرآن نیامده. اشاره بهش شده ولی اسمشون نیامده. در ضرب المثل مؤمنین دو تا خانم رو قرآن معرفی کرده، یکی دختر عمران که حضرت مریم، یکی هم اسمش البته اینجا نیست، یکی هم همون آسیه همسر فرعون، تا گفته این دو تا زن ضرب المثل مؤمنینن. چنان که ضرب المثل انسان‌های فاسق و کافر رو هم دو تا زن رو معرفی کرده، همسر لوط و همسر نوح، تا همسر پیامبران. پس اسمی جز اسم حضرت مریم نیامده تو قرآن. اسمی که آسیه تو قرآن نیامده. مثلا یک سوره به نام مریم ما در قرآن داریم، اصلا اسم اومده یا مریم قمتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی النساء. داریم آیاتی که بله از ما هم که میگم علاوه بر اون اصلا کلا یک سوره به نام مریم داریم. درست. مطلب دومی که دوستان توجه بشن که مثلا این سوال راجع به امیرالمومنین هم پرسیدن که با اهمیت قضیه چرا اسم امیرالمومنین تو قرآن نیامده. دقیقاً. که امام صادق علیه السلام جوابی دادن، من اون جواب اشاره میکنم که به اینجا به درد اینجا هم میخوره. امام صادق فرمودن که روش قرآن اینه که مباحث رو، کلیات رو بیان میکنه، دیگه مصادیق رو به پیامبر واگذار میکنه. قرآن فرموده اقیموا الصلاة، نماز رو اقامه کنید. دیگه نگفته نماز چیه، چون نماز معنی دعاست دیگه. این دعا یعنی چه؟ رکوع داره، سجده داره، چند رکعت صبح، هیچ چیز از این چیزا تو قرآن نیست. فرموده آتوا الزکات،
دیگه نگفته که نصاب گوسفند چقدر، نصاب گاو چقدر، از اینا هیچ تو قرآن نیامده. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اما نگفته حج وقوف داره، طواف داره، سعی داره، این چیز اصلا تو قرآن نیست. فرموده که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هرچی پیامبر گفت همون انجام بدید. گفت انجام بدید، انجام بدید. گفت انجام ندید، انجام ندید. و پیامبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. اینجوری نماز بخونید. نماز یعنی این، زکات یعنی این، نصاب زکات اینه، حج یعنی این. بعد امام صلی الله علیه و همین قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. دیگه نگفتین اولی الامر کیا هستن که اطاعتشون مثل اطاعت خدا و پیامبر بر ما واجب. اینو به پیامبر محبت کرده، پیامبر هم معرفی کرد. گفت اولی الامر علی بن ابی طالب، بعدش امام حسن، امام حسین، امام سجاد و امام باقر و ای جابر تو فرزندم محمد باقر رو زیارت خواهی کرد، سلام منو بو برسون. بله. بعدم بقیه 12 امام رو پیامبر به عنوان اولی الامر برشمرد. روایت از خود پیامبر و دیگران داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها هم مفترض الطاعه هست، اطاعتش واجبه. پس این آیه شامل حال حضرت زهرا سلام الله علیها میشه که شامل خود پیامبر هم میشه. همینطور. پیامبر فرمود قرآن دعوش اینه، امام صادق فرمود دعو قرآن اینه. من چند نکته اضافه میکنم دوستان توجه داشته باشن که خب بعد از رحلت پیامبر حوادثی رخ داد که همه کمابیش خبر دارن دیگه. اون جو سیاسی که حاکم بود بر جامعه اسلامی، اگر اسمی تو قرآن می آمد که با اون هیئت حاکمه و منبیات سیاسیشون همخوانی نداشت حتما حذف میکردن و رخنه در قرآن ایجاد میشد. همون بلای سر قرآن می آمد که سر تورات انجیل اومده. خداوند با تصریح نکردن به اسم حضرت زهرا امیرالمومنین فرزندانش در واقع قرآن رو صیانت کرده، قرآن رو حفظ کرده. شما ببین آیه که راجع به اهل بیت رو بردن لابلای آیات مربوط به همسران پیامبر استتار کرده. راجع به زنهای پیامبر صحبت می‌کنه. وسطش تو آیه 33 سوره احزاب انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت باز برمیگرده به همون سیاق سابقش. یه جمله معترضه که میشه برش داشت. اونجا پنهانش کرده که تو چشم نزنه که بخوان بگن این آیه رو برش داریم مثلا، یا آیه مثلا اکمال رو، آیه 3 سوره مائده رو بین آیات مربوط به حرمت خون و مردار این چیزا اونجا استتار کرده. اگر تصریح میشد به اسم یکی از اهل بیت علیهم السلام، کسانی که خب هزاران فرمایش پیامبر رو سوزوندن، نوشتنش رو قدغن کردن، حتی نقلش رو ممنوع کردن، این آیات رو برمی داشتن گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما کافیه پس سخن پیامبر لازم نیست. گفتن حسبنا بقیت کتاب الله، این چند آیه هم نباشه اشکال نداره. و این اتفاق حتما می افتاد به خاطر اون اغراض سیاسی که در جامعه حاکم بود. پس یکی از روش هایی که خدا استفاده کرده از اون برای حفظ قرآن همین بوده. بله. یعنی یک روشی بوده برای اینکه قرآن حفظ بشه. که تحریک نکنه برخی از سیاست مداران رو که بخوان دست به تحریف قرآن بزنن. مطلب بعد این که اسم حضرت زهرا تو قرآن نیومده، یه منظور تصریح به اسم باشه خب یه حرفی، اما ده ها آیه بلکه صدها آیه درباره حضرت زهرا اومده. سوره کوثر رو شما از هر کل سوره کوثر سر مفسری میخواد بپرسید که این کوثر سوره هل اتی، محور سوره هل اتی حضرت زهرا سلام الله علیها است. بله. فکر کنم فخر رازی میگه که با اینکه خدا بنا داشته تو این سوره همه نعمت‌های بهشت رو اسم ببره، ولی از حوریه ها، از همسرای بهشتی چی نگفته. چون جایی که حضرت زهرا باشه دیگه اسم از حوریه بهشتی بردن معنا نداره. این یه دانشمند سنی حرف میزنه. عجیبه. خب هل اتا اون 17 آیه اولش کلا در همین باره هست. آیه مباهله آیه 61 سوره آل عمران، همین آیه سیاسی که من خوندم، مسلماً یکی از اهل بیتی که از هر پلیدی پاک شدن حضرت زهرا سلام الله علیها است. خدمت شما عرض کنم که این آیه و آت ذی القربی حقه که وقتی نازل شد پیامبر گفت به کی چی بدم؟ جبرئیل نازل گفت به حضرت زهرا فدک رو بده. و آت ذی القربی حقه، حق ذی القربی رو بهشون بده. سوال کرد چی به کی؟ گفت فدک رو بده به حضرت زهرا سلام الله علیها.
و ما اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. این آیات بسیار زیاده دوستان. انفاق به یتیم و همون سوره حلطات دوستان، تفسیر مثل تفسیر البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی رو نگاه کنن، به صدها آیه برخورد خواهند کرد که در شأن حضرت زهراست. چنان که اونایی هم که مثلا اونجا که میگه که فرض کنیم که دشمنان حضرت رو تبت ید ابی لهب و تب، اونم در واقع در شأن دشمنان فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یا نشانه که هو الابتر، اون شانه حضرت زهرا هم خودش میشه، اون آیات هم به نوعی به حضرت زهرا مربوط میشه که دشمنانش رو تقویه کرده قرآن. خلاصه این که آیات زیادی نازل شده و در این باره کتاب ها هم نوشته شده، مخصوصا نسبت به امیرالمومنین کتاب مستقلی داریم. ابو نعیم اصفهانی کتابی داره تحت عنوان ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام، فقط در همین باره آنچه که در قرآن درباره علی علیه السلام نازل شده. یا اون جناب نسائی که یکی از مؤلفان صحاح سته اهل سنته، سنن کبیر رو ایشون تالیف کرده، کتابی درباره مولا داره تحت عنوان خصائص و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، به قول خودش کرم الله وجهه. کتاب 12 فصل داره، هر فصلش رو با آیات قرآن شروع کرده. مثلا اول من آمن، اولا کسی که ایمان آورد، اول من اسلم، اول من صلا، اولا کسی که نماز خونده، بعد آیات و روایاتش رو آورده. بنابراین آیاتی که در این باره هست خیلی زیاده، یکی و دو تا 10 تا نیست. نمیشه گفت درباره حضرت زهرا سلام الله علیها قرآن آیاتی نداره. چنانکه اگر ما بخواهیم عرض کنم که خلق و خوی قرآن رو تجسم یافته‌شو معرفی کنیم، میگیم حضرت زهرا. بله. کسی از ما سوال کنه که قرآن مجسمش ما معرفی کنید، میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها. چنانکه بخوایم حضرت زهرا سلام الله علیها رو راجع به اخلاقش صحبت کنیم، میگیم قرآن. همسران پیامبر سوال کردن که اخلاق پیامبر چجوری بود؟ گفت کان خلقه القرآن. اخلاقش همین قرآنه. فاطمه زهرا هم که پاره تن پیامبر هست، همین فاطمه تو بعض فاطمه زهرا در واقع تجسم یافته قرآن هست. اگه بخوام بگن که اخلاقش معرفی کن، میگیم کان خلقها القرآن. کل قرآن خلق اوست، چنانکه او تجسم یافته همه خوبی های قرآنه. خیلی خوب. راجع به سوره کوثر من یادم افتاد، حالا یه نکته قابل تأمل و به نظر من عجیبی که داره، این نکته رو من در قالب 2 بیت بگم و بعد بریم یه عرض ادبی بکنیم محضر از صدیق طاهره و برگردیم بقیه سوالات رو پرسم. میگن که چه تعبیری خدا در نقطه دارد که تفسیری جدا هر نقطه دارد، به تعداد بهار عمر زهرا همین اندازه کوثر نقطه دارد. سوره کوثر 18 نقطه داره. اینم به نظرم لطیفه، خیلی قابل تأمل. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حضرت صدیقه طاهره فرمودن از دنیای شما 3 چیز محبوب منه، یکیش هم اولیش تلاوت قرآنه. خیلی ممنونم از آقای حسین زاده که قرآن برامون پخش کردن، اونم چه سوره مبارکه کوثر متناسب با همون چه که عرض شد و آقا فرمودن. دستشون هم درد نکنه، ان شاء الله که ما جزو شیعیان و پیروانشون باشیم. بعضی فکر می‌کنن حضرت زهرا فقط الگوی خانوماست، ولی نه، اینجوری نیست. یه جمله امام زمان دارن. بله. از اینجا متوجه میشیم که الگوی هممون هستن، ان شاء الله که بتونیم درس بگیریم تو زندگی بهش عمل کنیم. زهرا حجت خدا بر حجت هاست. بله، امام صادق فرمودن الگوی همه الگوهاست. الگوی الگوهاست. بله. خیلی خوب. پرسیدن درباره تسبیحات حضرت زهرا، گفتن این چجوری شروع شد، چجوری ماجراش چی بود و توضیح بدیم. حضرت زهرا سلام الله علیها خب بچهای شیر به شیر داشت، کارهای زیاد تو خونه، فقط یک نان پختن، یک نفر دربست میخواست که باید اون جو رو یا گندم رو آرد میکردن با آسیاب‌های با آسیاب دستی. زندگی‌هایی بود که خیلی کار سختی بود. بعد خمیر میکردن، تنور رو داغ میکردن. خب تنور هیزم میخواد، حالا که گاز این حرفا که نه.
نام پختن خودش یک معرکه پروژه‌ای بوده. پروژه بود و بچه هم که خب نیاز به همراه داشتن، نیاز به کسی که بخواد اینها نگه داره. وقت منزل هم که مثل حالا که نبود، ماشین لباسشویی و این حرفا که نبود، همه خب خیلی سخت بود، بعضا خیلی سخت میگذشت. مولا بهش گفت که خب بریم خدمت پدرتون، یک خدمتگزار اون موقع مرسوم بود، هر خونه چند تا خدمتگزار بود، یک خدمتگزار به ما بده که میاد بار شما سبکتر بشه. و بعد رفت خدمت پیامبر، عده اونجا حضور داشتن، دیگه نگفت، چیزی اظهار نکرد. پیامبر که خیلی حضرت زهرا رو دوست داشت، نه به خاطر اینکه دخترش بود، خاطر اون کمالاتی که داشت بسیار احترام میکرد و علاقه داشت. توی جریان در روایت داریم که گاهی از علی علیه السلام و فاطمه زهرا گاهی یک جلسات خیلی زیبا داشتن با هم، مناظره گونه یا مثلا مباحثه. آره. حضرت زهرا میگفت که پدرم منو بیشتر دوست داره. مولا میفرمود نه، منو بیشتر دوست داره. گفتم بریم پیش خودش که ببینیم که کدام که مصطفی بیشتر دوست داره. رفتم خدمت پیامبر، فرمود که فاطمه تو احب الیه و علی اعز. فاطمه بیشتر محبوبه، اما علی عزیزتره پیش من. اینا خودش آره حرفی پاسخ آره زیرکانه و دقیقی. درست. خب پیامبر فهمید که دخترش کاری داشت و روش نمیاد بگه تو جمع اونجا حضور داشتن. خود پیامبر اومد خونه از زهرا سلام الله علیها و گفت دخترم برای چی اومده بودی؟ جریان رو گفتن که ما، گفت من یک هدیه به شما میدم که خیلی از خدمتگزار بهتر باشه. بعد دستور این تسبیح از زهرا رو به حضرت زهرا داد. حضرت زهرا و مولا هم گفتن که ما راضیم به این هدیه رو بهتر میدونیم از اون خدمتگزاری که بنا بیاد کمک کنه. از اینجا شروع شد. تو این جریان تسبیح رو پیامبر به عنوان هدیه به حضرت زهرا سلام الله علیها داد. اما روایت درباره تسبیح انقدر زیاده، روایت عجیب ها. امام صادق فرمودن تسبیح مادرم زهرا بعد از هر نماز واجب پیش من محبوب تر است از 1000 رکعت نماز مستحبی در هر روز. عجب. انسان 1000 رکعت نماز بخونه، عرض کنم که حدود قریب 50. تازه باز به اندازه یه دونه تسبیح از زهرا نمیشه، چون اون بهتره، اون محبوب تره. یعنی مثلا انسان 16 ساعت یا 20 ساعت بخواد پرسرم نماز بخونه، به اندازه یه تسبیح از زهرا که مثلا 2 دقیقه طول میکشه نمیشه. حالا میانبرهای اینطوری به ما یاد دادن خیلی وقتا. آره باید چیز کرد. یاد داریم که گفتن که ما همونطور که نماز رو به فرزندانمون یاد میدادیم، تسبیح از زهرا هم مثل نماز بهشون آموزش میدادیم. یا اینکه در روایت داریم که اگر چیزی بهتر و با ارزشتر از تسبیح بود، پیامبر همون رو به فاطمه زهرا هدیه میداد. داریم که اون ذکر کثیر که در قرآن اومده، فذکروا الله ذکرا کثیرا، چند جایی که 2-3 جا تو قرآن اومده که زیاد به یاد خدا باشید. گفتن که تسبیح از زهرا سلام الله علیها همون ذکر کثیره که هر کسی تسبیح رو بگه ذکر کثیر رو گفته. برکاتش خیلی زیاده و تعریف و سفارش در روایات خیلی زیاده که حالا همه روایات تو ذهن من نیست. اینه که عرض کردم بخشی از اون روایات فراوان است که راجع به، اما چه زمانهایی گفته بشه. یکی موقع خواب خیلی سفارش شده که قبل از خوابیدن اصلا تسبیح رو بگه. بعد از نمازم که خب معروفش همین، معروفه که حالا حضرت فرمود از زمانی که پیامبر مطلب فرمود دیگه من تسبیح رو ترک نکردم بعد از نمازها. در موارد دیگه هم داریم، مثلا تو بعضی از زیارتنامه ها داریم، مثلا تو مسجد جمع‌کران به طور خاص داریم، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها به شکل خاص داریم. موارد اینجوری هم زیاده که تو روایات گفته شده ولی مرسومش همون بعد از نماز هاست. قبل خواب به نظرم اگه اشتباه نکنم جزء ذاکرین محسوب میشه کسی که میخونه، یا مثلا اصلا خود این تسبیح ذکر کثیره، اون کلیت داره. فذکروا الله یا واذکروا الله ذکرا کثیرا، کسی تسبیح گفت اون آیه رو عمل کرده، یعنی زیاد خدا را یاد کرده. خیلی هم عالی. انشالله خدا کمک بکنن بتونیم جزء ذاکرین باشیم به برکت ذکر تسبیحات از زهرا سلام الله. خب گفتن مصحف فاطمه
سلام الله علیها چه کتابیه، ماجراش چیه؟ بعد از رحلت پیامبر حضرت زهرا خیلی غمگین بود. یه شعری حضرت داره که خیلی بخشی از این شعر مثلا یه خطش اینه که صبت علیه مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. چون مصیبت هایی به سر من ریخته که اگه این مصیبت ها بر همه روزهای عالم میریخت روزها شب میشد، روزها رو سیاه میکرد اگر این مصیبت بر سر روزهای عالم. و همون حدیثی که شما فرمودید که حب و الیه من دنیاکم ثلاث، از دنیای شما 3 چیز پیش من محبوب است: تلاوت و کتاب الله و نظر الی وجه رسول نگاه به چهره رسول خدا و انفاق فی سبیل الله. اون خیلی غمگین بود، خیلی ناراحت بود. جبرئیل براش نازل میشد و از جایگاه پیامبر در بهشت، مقامات پیامبر و خبرهای آینده، خبرهای غیبی که فرزندانت امام خواهند شد، اخبار سیاسی عالم رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها بازگو میکرد. حضرت املا میکرد و امیرالمومنین مینوشت اینها رو. این مجموعه شد صحیفه فاطمیه. صحیفه و مصحف یعنی کتاب. به قرآن هم میگن مصحف شده کتاب دیگه، کتاب خداست. وگرنه صحیفه معنی قرآن نیست. این که بعضی از وهابی ها به دروغ میگن که قرآن شیعه صحیفه فاطمیه، نمیفهمن که در این قرآن، در این کتاب هیچ مطلبی از قرآن نیست. قرآن نیست، اخبار سیاسیه. ما چند تا از این کتاب ها داریم. یک مصحف خود امیرالمومنین علیه السلام هست، اون مصحف قرآنه، اما 4 تا خصوصیت داره. یک، متنش عین همین قرآن است که ما در خدمتشیم، یک کلمه هم کم و زیاد نداره. 2، به ترتیب نزول حضرت جمع کرده. قرآنی که ما در خدمتش هستیم، اولین سوره که نازل شده که سوره علق باشه، سوره 98 این قرآنه. سوره بقره که سال 2 هجری شروع شده نزولش، شده سوره دوم. یعنی به جز فاتحه الکتاب که خب فاتحه الکتاب بود بردن اول، بقیه سوره ها رو تقریبا به ترتیب قد تنظیم کردن. اون قرآن نه، اون قرآن به ترتیب نزول جمع شده. نکته سوم این که عرض کنم قرائتش عین قرائت پیامبره. قرآنی که ما در خدمتشیم الان تو این منطقه ما خونده میشه یا کل این غرب آسیا، قرائت حفص از عاصم از ابوالاسود از امیرالمومنین با 4 واسطه با 3 واسطه میرسه به امیرالمومنین. البته همشون شیعه هستن ها. حفص و عاصم و ابوالاسد همشون شیعه هستن، ولی به هر حال واسطه میخوره تا به مولا میرسه. اون مصحف قرائتش عین قرائت خود پیامبره. مصحف امیرالمومنین. و نکته 4 که باعث شد که اونا زیر بار نرفتند و گفتن ما نیاز به قرآن تو نداریم، خودمون قرآن داریم. در حاشیه این قرآن شأن نزول ها، سبب نزول ها، از کنم اینایی که افرادی که قرآن در شأنشون نازل شده بود، در خیلی از تفسیرها و تعویل‌ها تو حاشیه اون قرآن نوشته شده بود. این باعث شد که اونا زیر بار نرفتن، گفتن نه ما خودمون قرآن داریم. و دیگه حضرت 6 ماه عبا به دوش نینداخت جز برای نماز، همه وقت صرف همین نوشته. این چی جمع آوری قرآن کرد. اون مصحف اون قرآنه، ولی صحیفه فاطمیه قرآن نیست، اخبار سیاسیه. یه جامعه علوی داریم که همش فقهه. پیامبر املا کرده، امیرالمومنین نوشته، شده اون جامعه علوی. یه مصحف علوی که من عرض کردم، یک مصحف فاطمی داریم که اخبار سیاسی. اگر بنا بود یه گروه 100 نفره به حکومت برسن، این که رهبر این گروه کیه، سخنگوشون کیه، جزئیاتشون تو این کتاب اومده. خیلی ممنونم. اوامر ندارین؟ خیلی استفاده کردیم، محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. این شبا هیئت و اینا میرید، ما رو یاد بکنید برای ما هم نفس بزنین، جای دوری نمیره. التماس دعا یا زهرا